خانواده 1000. خب 2 قلوهام و 4000 و 5000 حاضرید؟ بله. من یه ضرب المثل میگم، شما واسش موضوع مرتبط با دانشگاه بگید. چشم. یه مو کندن از خرس غنیمته. وام دانشجویی. شتر را گفتن چرا گردنت کجه؟ گفت کجام کج نیست. غذای سلف دانشگاه دیگه. هر سال دریغ از پارسال. معدل کل دانشجو. چیک چیک مستونت بود، فکر زمستونت بود. واحد زیاد برداشتی، فکر خیال نداشتی. کاچی بهتر از هیچی. یه نمره کلاسی. سنگ بزرگ علامت نزدنه. برداشتن کنکور. عجب حرفی. یا رب روا مدا که گدا معتبر شود. خدا نکنه اون خود شیرین حسوده درش خونم عذاب در بیاد. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. مدرک قاب کنن برن دوباره کار. یه تختش کمه. برای کلاسی که به درس گوش نمیدن یه تختم زیاده. روزه شکدار بگیری. وقتتو سر کلاسی بذاری که میدونی استادش نمره نمیده. خب یه کفش آهنی میخواد و یه عصای فولادی. بری دنبال انتقالی. هرچه به همش بزنی گندش بیشتر میشه. نمره 2. هرچی میگم نره، بازم میگه بدوش. هرچی میگم مادرم مرده بود نتونستم درس بخونم، میگه ترم بعد بیا. میگم خالم اینا همشون مرده بودن، بازم میگه ترم بعد. میگم دایامم کل طایفه سوار مینیبوس بودن، چپ کردش افتادش تو درده. خب نتونستم درس بخونم، باز باور نمیکند، میگه ترم بعد بیا. هم فاله هم تماشا. بعضی دانشگاه ها. خوبه بچهای فرهیخته من. واقعا ممنونم که انقدر درک دارید. بذاریتون یه زنگ بزنم قبلش به خوابگاه خواهرم ببینم چه میکنن. دم امتحاناش هست، حتما سرشون شدید تو کتابش ناراحت گوشتم میخورن. مامان چه بعد زنگ بزن سر کلاسم مامان. ما که شماره ثابت خوابگاه گرفته بودیم، حتما اشتباه گرفتیم. آره مادر جون، حتما اشتباه گرفتی. 2000 تا هم گیر دادی بابا، وسط درسش زنگ میزنی. چه آهنگ قشنگی گذاشته بود، کاش قد نمی کردی. خب از 0 من تا 20 تو راهی به جز تقدیر نیست. دلخوش به استادم مکن، خست اضطراری دیر نیست. با عشق در دانشکده جایی برای درس نیست. البته ترم هفته 8 دیگر مجال ترس نیست. دانشجو گر عاشق شود بی پرده مشروط می شود. چیزی شبیه آب هویج با کوفته مخلوط می شود. خانواده 1000.